بر اساس تیپ شخصیتی افراد همه نمیتونن طراح لباس باشن و حتی نمیدونن اصلا به کدوم بخش در واقع علاقه دارن. بررسی تیپ شخصیتی افراد، اینکه شما تیپ شخصیتی افراد رو بشناسید، آگاهی نسبت بهش داشته باشید و بتونید بر اساس اون طراحی لباس رو انجام بدید. اندام ها رو به خوبی بشناسید. مثلا اگه تو بخوای برای یه شخص لباسی رو طراحی کنی، راجع به اندام اون شخص آگاهی داشته باشید. تنها تفاوتی که وجود داره جزئیاتش باید دقت کرد. ما مثلا به طور مثال یه سری افراد گردن‌های کشیده و بلندتری دارن، دستان بلندتری دارن، یا بالاتنه یا پایین‌تنه بلندتری دارن یا کوتاه‌تری دارن. اینا خیلی تاثیرگذاره که به این نکات توجه بکنه یک طراح لباس حرفه‌ای. یا مثلا فرم چهره، رنگ موها